سلام به همه عزیزان گل. امیدوار هستم که صحت کامل داشته باشین. عزیزا اینجا کلب ورزشی است. جای آمدیم که واقعا مسابقه بوکس است. عزیزا ورقتا نشین. بوکس کردن انشالله که جامم شاگرد ما خود از آن خود کرد. شما چی پیش بینی میکنین استاد که جام کی خواهد امروز برد؟ برای بیننده ایره وعده میدم که انشالله که جام خودم میگیرم، چون که خودم برگزار کننده مسابقه هستم. زحمت خیلی زیاد کشیدم و مطمئنم هستم که جام از آن ما خواهد شد. استاد ما اگر پیش بینی ورزش نمیشه که کی میبره کی نمیبره، اینو خودت مطمئن هستی قهرمان میشه؟ شما اطمینان به نفس هستم. ما همیشه برنده بودیم و حالا میخوام برنده باشم. فعلا کیو برده؟ فعلا نتیجه کجاست؟ فعلا نتیجه معلوم نیست. بعدا باز انشالله بعد از دستان قرار میگیره که کدام کلاب اول کدام کلاب دو، انشالله ایره باز براتون معلوم است. استاد نجیب کسی است مسئول کلب ورزشی بوکس، میگه که ما قهرمان هستیم. معلوم نیست دیگه. خب باش که بله یاد میگه ما قهرمان. اعضای دل یک از استادای کلب است که خودش خود معرفی میکنه که از کدام کلب است، نامش چی است. سلام و درود استاد عزیز. سلام و عرض ادب دارم تمام بینندگان عزیز. خودم بندم هاشم نسیمی، یکی از حکمای تیم ملی امارات اسلامی افغانستان می باشم. که مسابقه ما به قسم است که هر سال جام مانده میشه، جام گلخانه چاردیس. البته سال به سال ما این جام میمانیم. بالای یک وزن که امسال به وزن 60 کیلوگرم ماندیم که جام تا بال مسابقه شروع نشده. که دوستا را و بیننده از این پاسان بخیر یک 3-4 جور بعد مسابقه جام شروع میشه و این جام ما هر ساله دوام داره. نظر به سال قبلی امسال جنب جوشش نام خدا زیادتر است، خوبتر از بچه ها. هدف ما از مسابقه از این جام است که رشت جوانان، رشت بوکسرها خصوصا زیادتر شود، تجربه باشان زیاد شوند. و در 3 کاتگوری وزنی ما را برگزار کردیم که جوانان و بزرگسالان است. دیگه بیننده یک مسابقه بسیار جذاب و دیدنی خواهد بودین. استاد این کلب ورزشی از ولایت ها آمده یا فقط از کابل است؟ تشکر. نه، این مسابقه به قسم است که تمام چند کلبی که در سایه یا در سایه گلخانه چاردی مربوطش میشه بین خود از همی هستند. مربوط ولایت ها مربوط زونا نمیشه، خاص مربوط منطقه گلخانه چاردی میشه که هر سال رو برگزار میکنن. امروز استاد خودت آمده که جام بگیری یا نه؟ ما کمای تیم ملی هستیم، خب در ضمن که مربوط سایه میشیم شاگردا آوردیم در حدود 8 دانه شاگرد که 3 تاش برد نام خدا. دیگه بعدیش مانده دیگه نتیجهش تا بالا پیش بینی نمیتونیم. پیش بینی به قسم میتونیم که زحمت کشی ما بالای شاگردا زیاد است و امیدوار هستیم که نتیجه خوب و بهتر بگیرن. بله استاد عزیز، به خاطر جای امروز شما دولت همکاری نکرده، به خاطر میبینم که جای بسیار خرد است. به این چی نظر دارین؟ نظر به این گپ، نظر به مشکلات ما نمیتونیم مثال یگان جایی رو بگیریم که چی باشه. خب به خاطر از اینکه گفتیم جنب جوش وسیع تر شود در این منطقه گرفتیم. باز هم تشکری از نیروی امارات اسلامی است، همراه ما کمیجه جریان دارن، آمر حوزه 6 و که جمله مجاهدین آمدن. تشکری خاص از او میکنیم و دیگه انشالله چیز مشکل نیست. مسابقه ما خوب پیش میره تا بالا انشالله. حدوداً چند تا کلب است؟ حدوداً کلب تقریبا یک 15-16 کلب هست که یا هر کدومش سهمیه خود داره. اتو نیست که شاگردای هست که خوبتر است، چند مسابقه اسپرینگ کرده به او خاطر که جام است، جام گلخانه چاردیس هر سال برگزار میشه. شاگردای نویاد یا نوکار نیست، کلش طبقه دار 50%، 60% الی 100% داره. استاد چی پیام داره با کسای نسل جوان به خاطر که خود باعث یک ورزشکار هستی؟ پیشنهاد و یا مفکوره ما با نسل جوان است که کوشش کنن ورزش کنن، درس بخوانن، در مقابل مبارزه
به مواد مخدر، مبارزه با فحشا، مبارزه با کارهای ناق، شیشته‌های بیجای، به ازی خاطر خودداری کرده درس بخوانند، ورزش کنند، بهترین چیز است. صحت در سلامتی است. تشکر، جهان سپاس از استاد گرامی. قسم که مشاهده میکنین اینجا کلب ورزشی هست. عزیزا فعلا معلوم نیست که نتیجه چی میشه، جام از کدام کلب میشه، پیش بینی آدم گفته نمیتونه. اینجا فقط شما بیننده ما باشین که تا برنامه خوبتر بازم میریم تقدیم میکنیم. از جای دل لباس آبی فعلا که ما مشاهده کردیم قهرمان شده. سلام و درود بر شما. پیش خود معرفی کنی. فردین هستم از کوتل خیرخانه. فردین جان؟ بله. امی حالا چی احساس میکنه قهرمانی؟ احساس خوشی میکنم. ماشاءالله بله. بسیار زحمت کشیده بودم آخر است. از کدام کلب آمدی؟ از کلب قابل قدیم از کوتل خیرخانه. از خیرخانه است. برای همین نسل جوان برای من همسندای خود چی پیام داره؟ همسندای خود پیام دارم اول خود درس بخونه، بعد از این تمرینات و ورزش‌های خود کنه تا که صحتمند باشه. تبریک میگم برای خودت. سلامت زنده باشی. تبریک میگم، ماشاءالله تقدیرنامه براتون تقدیم کردن. تشکر. یک عکسم بگیر. ایشم بگیر. خب از جای دل هموطنان گل، شخصی که واقعا ببینید که جوان فعال، اون پیره که پیشتر شما رو مشاهده کردیم با پیرن آبی قهرمان شد. حالا پیرن سرخ ببینیم که از خودش پرسان کنیم. تبریک میگم، سلام و درود بر شما باشه. سلام علیکم با تمام بینندگان عزیز، جور سلام سلامت باشه. یک تشکری میکنم از استاد مستشار رحمان. فقط از استاد؟ از تمامتان. تشکر. امی دقیقه امی چه احساس میکنی قهرمانی را؟ خوش هستم، بسیار زیاد شکر. بسیار خوش هستی. برای خودت با فامیل محترم تبریک میگم. الله باشه، قربانتان. با نسل جوان مثل خودت چی گفتنی داره؟ گفتنی داریم که از عمل دور باشن، از عمل دور باشن، از دخانیات دور باشن. ورزش خوب چیز است. ورزش کنن. باید ورزشکار باشه. درس نخونن؟ درس هم بخونن. درس هم بخونن. تشکر. من گفتم درس تنها ورزش کنن. تشکری میکنم، تبریک میگم براتون. سلامت باشه. بله قربانتان. از خودت، از استادت، از تمام. تشکر. از جای دل برنامه قسمت بسیار داغ است. بعد قسم میبینید که مسابقه دیگه هم ادامه داره. بله ترن هابی قسم مشاهده میکنی هم در زنن است که ببینیم اینجا یک دکتر دندان شیشته میگه بزن در دندانش. دکتر دندان است. بله فرصت برای خرمن. تشکر آفرین. فکر کنم که بدن چیزم. بله حال دوباره شروع میشه مسابقه. این بود بخش برنامه ما که بازم تا برنامه بعدی که ما در بله Sekali lagi. Dah saya tu pak.
کشور چین آمدم میخوایم ما خواهد دیدیم در خواه خود محمد کلیده نقش زمین کردیم ولی تایسن خودش فرار کرد. البته در خواه رول بیداری است. همین استاد نجیب کی است؟ بگو بیا بگو بیا. استاد نجیب کی است؟ بگو بیا. این فاول است. فاول است. فاول بود. چک و فاول است. تشکر خدمت علم استاد. نه جگر از استاد است. ما با خاطر که غلام سیف جان خواب دیده بود که تایس محمد علی کلی را با خاک زده و تایسان گرفته. ایره در خواب دید اگر حقیقت بفهم که مش چیز باز میفهم درک میکنم مش چیز. خیلی باز من اجازه بتین که باز ها؟ نه اجازه. نکن که
اینجا معلوم میشه دستی که نه برسه تشکر نه دست قهرمان ما بالا بگیر دیدی دست قهرمان ما بالا چک چک خدا خیرت بده تشکر لالا